در این روز فیروز با تنتنک چهره‌های خندان کودکان خیال کلانسالان را به گواراترین دوره زندگی دوران کودکی میبرد. تربیتگران خانه کودکان شهر ترسوزاده نیز روز بین‌المللی محافظت کودکان را با یک جهان مهر و محبت و شکوه بی اندازه جشن گرفتند. در صحن مؤسسه از جانب تربیتگران دستاوردهای هنری و فرهنگی به معرض تماشا گذاشته شده بود. از سیمای زیبا و پرخنده هر یک کودک معلوم می‌گردید که در حقیقت امروز آنها با شکرانه تنجی و آسودگی و وحدت و استقلالیت در تاجیکستان آزاد و آرام زندگی دارند. نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر ترسونزاده ضمن برگزاری چهاربینی سخنرانی نموده قید کردند که قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند همچون یکی از مهمترین سنت‌های به تنظیم درآورنده آداب و اخلاق در جامعه معاصر تاجیکستان عمل می‌نماید. از این رو ما را لازم است که برای رشد و کمال همه‌جانبه کودکان خصوصا بلند برداشتن معنویت آنها جهد نموده به بی‌مسئولیتی و تأخیرکاری راه ندهیم. نباید فراموش سازیم که پایدیوار یا خود تحکرسی اساسی تعلیم و تربیت محض در عائله و کودکستان گذاشته می شود. از طرف نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی و صاحبکاران شهر ترسوزاده به جمع کودکان سر و لباس و تحفه‌های عیدانه تقدیم کرده شد. چاله‌بینی فرهنگی و فراغتی بخشیده به روز محافظت کودکان در شهر حصار نیز با اشتراک کودکان همه مؤسسه‌های تعلیمی و تا مکتبی برگزار گردید. مکان برگزاری چاله‌بینی با دستاوردهای بهترین هنری کودکان اینجا به تماشا گذاشته شده بود. رهبریت و دیگر نمایندگان مقامات محلی از هنری دستان ماهر دوسریکان دیدن نموده و استعداد آنها بهای بلند دادند. سپس برنامه رنگین آماده نموده تربیتگران که همگی عبارت از شعر و ترانه‌های پر از مهر و صداقت به وطن بود منظور حاضرین گردانده شد. کودک دوامی عمر است، کودک نوبهاری دل، کودک افتخاری دل، کودک سری بلند است، کودک کتابی پند است. طبعا در سازشنامه حقوقی کودک آمده است کودک حق دارد فکر و عقیده خود را افاده نماید، معلومات گیرد و اندیشه هایش را بیان نماید. از این نگاه در تاجیکستان برای رشد همه‌جانبه تفکر و جهانبینی کودکان در زمینه قانون تمام شرایط را فراهم آورده شده است. در این روز خرسندی از طرف مقامات اجرایی حکومت دولتی در یک جایگی با صاحبکاران شهر حصار به کودکان سر و لباس‌های تابستانه، بازیچه‌های گوناگون تحفه گردیده، همچنین دسترخوان عیدانه آراستند. تجلیل روز بین‌المللی محافظت کودکان در مجموع در شهر ترسونزاده و حصار با تنتنه‌های خاص و خیلی جالب و خاطرمان دایر گردید.